بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله دوم داستان رقابت اخوه، رقابت کردن با حضرت یوسف علیه السلام، بیان معامله اخوت با یوسف. برادرها با هم روزی کمیسون کردن و در این مجلس کمیسون گفتن البته یوسف و برادرش بنیامین با وجودی که عمر کمی دارن و خدمتی هم ارزنده برای پدر انجام نمیدن، خیلی محبوبن الی ابینا، به طرف پدر ما از ما محبوب ترن. معلوم شه که اونها محبوب تری دارن. و نحن عصبتون، حالان که ما یک جماعت صاحب قوت و زوری و مهارمای داره میکنیم، کارهای جهادی را ما انجام میدیم. ما یک جماعت صاحب قوت و طاقت و همه کاروبار خانه حضرت یعقوب علیه السلام و رما و مهمانداری و عرض به خدمت کار رسالت و پیامبری و این همه کارها را ما انجام میدیم که قوت داریم و محبوب انسانها. ان ابانا لفی ضلال مبین، به تحقیق پدر ما در یک اشتباه آشکار هست. ضلال به معنی خطا، ضلال به اون معنی گمراهی نیست، در یک اشتباهی آشکار هست که تقدیم میکند آنها را بر ما و محبت میکند با آنها اکثر مننا فی تقدیمهما علینا و محبته ایاهما اکثر منا. پدر خطا کرد، اشتباه. تدبیر اول، مشوره اولا، اقتلوا یوسف، یوسف را قتل کنید. او اطرحوه ارضا، یا او را تبعید کنید در سرزمینی که دیگر پدر به او رسیدگی نداشته باشد و او به پدر. از این دوتا تدبیر ثمره این میشه که یخلو لکم وجه ابیکم، خالی میشود برای شما چهره پدر. خب قتل یا تبعید این که گناه هست. میگه و تکونو من بعده قوما صالحین. ابو شیطان لعنتی که پیغمبر گفت ان الشیطان للانسان عدو مبین، آمده تدبیر میکنید. بعد از این عمل شما قوم صالح میشوید. چطور؟ به توبه میکنید، استغفار میکنید، بکشید یا ترکش کنید. گناه نه، ترغیب توبه نصیحت. شیطان دشمنه. این برنامه ریزی را کجا کردن؟ در یک مجلس کمیسونی، در جایی که با این برادرها هیچ کسی دیگه همراه نبود. آیا وقتی آنها برنامه ریزی کردن برای قتل یوسف یا با هم مشوره کردن یا برای تبعیدش، حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیه السلام غیبدان بودن، حاضر و ناظر بودن؟ آیا این اعتقاد را به فرزندان خودش حضرت یعقوب تعلیم داده بود و فرزندان میدانستن که یعقوب غیب نمیدن؟ مکتب انبیا همین مکتبه که هیچ چیز را به خود نسبت نمیده، همه چیز از آن خدا هست. پیغمبر زادن و مؤمنن، کافر هم نیستن. اعتقاد همینه که حالا با هم این برنامه ریزی را طراحی میکنن، در یک مجلسی نشستن. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. بازم شیطان میگه خب گناه، وجدان میگه خب تبعید کردن، قتل کردن گناه است. و بعد میگه و تکونو من بعد قوم صالحین، شما بعد قوم صالح میشید بعد از این عمل. چطور قوم صالح میشید؟ میگه به توبتی رجوع میکنید، توبه میکنید به طرف خدا. به توبت و الیه ذهب الجمهور، تفسیر روح المانی. جمهور هم این اعتقاد را دارد. درستکار میشید از بیان القرآن. از دو تا پیشنهاد، یا قتل کنید یا طرح کنید. یعنی
پرتش کنید در سرزمین، تبعیدش کنید. یک مخالفی با طرح اول پیش آمد که رئیس اینها بود و برادر بزرگ بود که اسمش یهوداه. او با طرح قتل کاملا مخالفت کرد. قال قائل منهم، از 10 نفر 1 نفری گفت، یعنی 9 نفر میگه بکشید، یکی گفت نه، لا تقتلوا یوسف، حق ندارید یوسف بکشید. خب مزاحمه، زانوی پدر، مجلس پدر، همه با یوسف اشغاله. خب طرح دوم من با شما هماهنگم، القوه فی غیابت الجب، بیاندازید دورا در عمق یک چاه، غیابات الجب، او را بیاندازید تا که کافره او را ببیند، یلتقط بعض سیاره، کافره او را ببیند و ببره با خود. ان کنتم فاعلین، اگر شما میخواهید انجام بدید عملی را همینه، تبییدش کنید، راه تدبیرینه، ببرید در عمق چاه بیاندازید. باتی هم مراد گرفتن از غیابات جب، چاه در نزدیکی آب، اینطوری مخفیگاه درست میکردن براشون که صاحبان چاه اساسی و غیره را همون نزدیکی آب، بالاتر از آب، به اصطلاح سوراخ درست میکردن، کالا و دلو و غیره را میبردن همونجا مخفی میکردن که هر انسانی متوجه نشه اینجا چیزیه. مراد از این غیابات اون مخفیگاه چاه است که از انظار بره توی اون باشه. قافله ها وقتی می آمده هر کسی دول و ریسمان خود را پایین می کرد و آب می کشید. صاحب چهار زمان می آمد می رفت ریسمان و دول خود را می آورد بیرون و برای خود آب می کشید. مراد از غیابات همونه. خلاصا طرح قتل موافق نشدن و برای تبعیدی همه موافق شدن. اگر شما میخواهید عملی انجام بدهید همینه. در این کلمه ان کنتم فاعلین اشاره است که ان الاولا الا تفعلوا شیئا، تفسیر کبیر. اولا اینه که شما هیچ کاری نکنید، پدر را غم ندهید، پدر را رنج ندهید. اولا اینه. یا مراد از غیابت الجب همون چاهای مخصوصی به این نامه ها شناخته می شدن. اعتراض می کنن که در چاه انداختن هم کشتنه. چطور اینه تصدیق می کنن؟ گفت چایی که آبش تیار نباشد که بیفته و غرق بشه و بمیره. آبی چایی که تقریبا تا یک زان تا نصف زان بیشتر بالا آب داشته باشد تو اون چاه کسی نمیمیره. اگر یک چایی که 10 متر آب داشته باشد یا از یک قد انسان بیشتر آب داشته باشد اونم که مترادف مرگه. پس مراد از این چاه اون چایی است که آبش تا حد زانو و غیره باشد که برش مرگی نباشد. خلاصه این برنامه را این برنامه ریزی کردن. نه حضرت یعقوب خبر بود، نه حضرت یوسف که یک ولی است، نبوت نرسیده، لیکن هر نبی قبل از نبوت در آخرین نقطه ولایت هست. اینها هیچ خبری نداشتن. خب چطور ببریم تبعیدش کنیم؟ گفت بگذار فصل بهار میاد. فصل بهار که آمد به نیت تفریح و سیر و سیاحت از پدر جداش میکنیم و میبریم. فصل بهار. خلاصه فصل بهار شد، برنامه ریزیه. قتل اجازه ندارید. رئیس قافله، رئیس این باند میگه تبعیدش کنید. تبعید چطور؟ بگیم پدره که بگذار تا با ما بیاید تفریح و سیر و سیاحت کنه.
پس میبریم اونجا دیگه تحویل چاهش میدیم و بریم چاه هم که مسیر قافله هاست انجا قافله ها میان اینا به عنوان یک غلام با خود میبریم. تمهید مطالبه قالوا یا ابانا اچھا آمدن امروز گفتن بابا جان مالکا که شده شمارا لا تامنا علی یوسف امین قرار نمیدی مارا بر یوسف جان شما مارا بر یوسف جان اصلا امین قرار نمیده چرا؟ حالانکه و انا له لناصحون همه ما بدون استثناء خاص برای یوسف جان خیرخواهی از جان و دل خیرخواهی او مقصود ما هست. ما نسبت برادر حالا معلوم میشه از این حرفها که حضرت یعقوب خیلی حذر داشت. اونم که میدیدن شما رو چیز میکردن برایش خیلی مقدمه گفتم مالکم لا تامنا علی یوسف ما را اصلا امین قرار نمیدی بر یوسف در حالی که ما خیرخواهی یوسفیم از جان و دل. درون چیه؟ تسلیم قتل و تبعیده. ظاهر چی میگن؟ که انا له لناصحون. خب این که تمهید بود مالک لا تامنا علی یوسف انا له ناصحون. بعد از این از میوه های بیابان از گیاه های بیابان از سبزیجات بیابان بخورد و یلعب تماشا کند. این ماشاءالله بچه از کلاس تعطیل میشه میاد اینجا جلوی ساختمان یک بدو این میره میده به اون میده به ما همیستا دستوری رفتن و برگشتن برای ما گرانه. یک بچه چقدر روزا میده به یرتا او بخوره از سبزیجات بیابان از میوه های بیابان و یلعب بازی و تماشای با درختها با بوتها با پرندها هم بکند. لعب مطلق اینجا مقصود نیست. لعبی که همین دویدن باشد اون طرف رفتن که مقدمه جهاده تمرینات نظامی باشد ورنه اجازه که نمیداد. و انا له لحافظون همه ما جمله را چقدر مؤکد ذکر کنم بدون شک و تردید همه ما برای یوسف جان محافظیم از جان و دل از دل و جان او را حفاظت میکنیم. جواب اول برای درخواست دو جواب داد. گفت مانعی که من اینو نمیفرستم با شما من تحمل جداییش ندارم. این مانع اول. یوسف جان از من جدا بشه من نمیتونم تحمل کنم. فراق یوسف تحمل نمیشه و دیگه احساس خطر دارم که گرگه ها اگر گوسفندی گیر نیارم بچه ها رو میکنم. قال فرمود رد مطال انی لیحزننی من به تحقیق مغموم می کند مرا بردن شما از جلوی چشمانم او را بردن شما او را از جلوی چشمان من مغموم می کند. این اولین مانع. و مانع دوم اخاف من یأکله الذئب من احساس می کنم که او را گرگ می خورد. از این وجه گفت چرا که در آنجا گرگ زیاد بود زندگی میکردن وقتی گرگه ها را گرسنگی فشار می آورد به اطفال حمله میکردن به بچه ها حمله میکردن در حالی که شما از او غافلید در مشاغل خیش مشغولید و مرا میچرانید و گوسفنده ها میزایند و شما به کارهای خود مشغولید یا تمرینات نظامی میکنید و چنانچه تمرینات نظامی هم داشت اسدوانی و تیراندازی و این کارهای فرزندان یعقوب در بیابان بود. جواب مانع اول را ندارم گویا که او را نشنیدم. فقط مانع دوم که من احساس میکنم که گرگش میخورد جواب میدم. و بابا چی فکر کردی؟ قالوا گفتن لئن اکله الذئب اگر به فرض محال والله اگر گرگ بخورد برادر ما را
و در حالی که ما عصبتون یک جماعت صاحب قوتیم انا اذا لخاسرون، به تحقیق ما در این زمان که برادر ما را گرگ بخورد ما خاسریم، یک خاک بر سر ما بشه، ما خاسر. امکان دارد برادر محبوب ما را گرگ بخوره در حالی که ما هم یک جماعت صاحب قوت و طاقتیم؟ امکان ندارد گرگ چی میگی بابا؟ به هر حال قرآن دیگه اینجا اندماج حضرت یعقوب علیه السلام با دل ناخواسته فردا یوسف جان را سواسی به پا دادن، کفشی به پا دادن و گفتن برو با برادر خواهم. این دیگه فردا حضرت یوسف علیه السلام را اجازه داد و گفت ببرید خوب فکرش بکنید، از خود جدا نکنید، به آسیبی مبتلا نشه. آنچه ورد و آنچه درود و آنچه تعویذات و حضرت یوسف همه اوراد را امشب و هر روز اعمال میکرد، امروز برای نثار یوسف جان بیشتر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اني اعوذك بكلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عين لامة. تمام اوراد را نثار جان یوسف جان کرد. برادر آجا واہ واہ دل ما شاده، یوسف جان ہمیشہ تو خانه افتاده، امروز این بهار گل گلشنه، لحاظا میریم تفریح میکنیم، بچه های خرگوش را هم دست میزنیم بازی میکنیم، جوجه و پرنده های بیابان هم هستن. چون بچه ها خیلی به آنها علاقه دارن، ندارن؟ خیلی علاقه دارن. یوسف جان را فردا صبح جلوی پدر این دست آغوش میگیره، یوسف جان با ما، این میگویه اون میگویه، میبریم برادر را. فلما ذهبوا به، پس هنگامی که بردن یوسف را با خود به جنگل. سبحان الله، در زندگی بدوی امتحان اول یوسف علیه السلام شروع شد. اولین امتحان یوسف در زندگی بدوی و جنگل و بیابان. و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و تصمیم قطعی خود را گرفتن. اجمعوا اجماع کردن، تصمیم قطعی گرفتن که قرار بدن او را در غیابات چاه، در مخفیگاه های چاه. اینجا چکار الله تعالی ذکر نکرده که چی کار کردن. الله تعالی میگه که بردن او را و تصمیم قطعی گرفتن که او را قرار بدهند در مخفیگاه چاه. حالا به چه کیفیتی او را در این چاه قرار بدن؟ در کیفیت القای یوسف مفسر روح المعانی نوشته کرده آنچه گفتند و آنچه گفته شده است بسیار. به چه کیفیتی حضرت یوسف را در چاه انداختند و به چه طرزی بردند، آنچه گفتند خیلی زیادند. مگر قرآن خدا از کیفیت القا و از کیفیت برخورد برادرها ساکت هست. قرآن ستاری می کند، الله تعالی ستاری می کند برخورد سختی که برادرها با حضرت یوسف علیه السلام انجام دادند. قرآن اون برخوردهای سخت را بیان نمی کند. میگه هنگامی که او را بردن و تصمیم قطعی گرفتن که او را قرار بدهند در مخفیگاه چاه، جزا از فعلوا به ما فعلوا، انجام دادن با این برادران که انجام دادن. گویندگان گفتند که به محضی که از چشم یعقوب مخفی شد کفشهاش در آمد، کتبت تو پالخت را. هر کسی برای غیظ دلش یک کشیده
بر کفای زیبای یوسف علیه السلام تحویل میدن. والله عالم. بردن اونجا به وسیله یک ریسمان این آویزان کردن، بره نزدیک آب دیگه فیلش کردن، توی آب. اونجا سنگی بود، حضرت یوسف علیه السلام خود را کنار به اون سنگ گرفت. گفتها زیادن، قرآن ساکته، ما چرا دیگه بیان لیس فیها سند یعول علیه، لحظه ما هم سکوت میکنیم. خلاصه الله تعالی حضرت یوسف را در این زندگی بیابان صحرا هم مشکل گشایی کرد. در چا که انداختن اوحینا الیه، ما وحی کردیم. اولین سرفرازی و کمک رب العالمین در چا؟ ما وحی کردیم به طرف یوسف که لتنبئنهم بامرهم هذا، شما حتما خبر میکنید این برادران خود را به این معامله آنها، در حالی که وهم لا یشعرون، آنها شعورش ندارند. شما از اخبار این عمل آنها را اطلاع میدهید در حالی که آنها نمیشناسند شما را، عاقبت کار خود را نمیدانند، به وجه آنکه شما در یک مقام بسیار عالی میروید و برادرها و آخر هم همینطور دو مرتبه برادرها نشناخت. مرتبه سوم حضرت یوسف علیه السلام خود را خودش معرفی کرد. حضرت یوسف تحویل شاه دادن و الله تعالی اونجا هم وحی. این وحی چیه؟ بعضی گفتن این وحی که به حضرت یوسف علیه السلام شد این وحی نبوت نبود، این الهام بود در قلب یوسف علیه السلام این چیزا. و بعضی میگن نه این وحی است. وحی دوان، یک وحی اینه که موقع بعثت و رسالت و پیام رسانی داده میشه، یک وحی اینه برای تسلی بندگان خدا میان فرشتگان و دستور میدن. حضرت یوسف در این زمانی که در چاهش انداختن چند سال داشت؟ بعضی ها گفتن که 11 سال عمر داشت، بعضی ها گفتن 12 سال داشت. محاکمه آلوسی همینه که این وحی غیر نبوت، این وحی مثل تسلی برای قلب حضرت یوسف علیه السلام. الله تعالی در دل او الهام کرد یا فرشته را فرستاد. یوسف علیه السلام الان در چاه قرار دارد. خب حضرت یوسف غیب میدانست که برادرها منو میخواهم ببرن تبعید کنن. حضرت یوسف در آخرین نقطه ولایت هست، یعنی یک ولی که آخرین نقطه ولایت. هر نبی قبل از نبوت و حضرت یعقوب یک پیغمبر اولوالعزم هست، فرزند پیغمبر است. آیا از پدر جدایش کردن؟ برای چی جدایش کردن؟ برای اینکه یرتوی یلعب نه؟ بره بازی بکند، تماشای بکند، سیر و سیاحتی بکند. یعقوب هم مطرح کرد که من تحمل جدایش را ندارم. دل یعقوب میخواست جدایی را یا دل یوسف؟ هیچ کدام از اینها جدایی طولانی را نمیخواستند، لیکن احکم الحاکمین تصمیم گرفته است که سالهای سال جدا بشه. نه یعقوب غیب میدانست و نه یوسف علیه السلام، نه مراد یعقوب انجام میشد و نه مراد یوسف. تصمیم رب العالمینه که باید بره تبعید بشه. حکمت رب العالمین هست، هیچ کسی غیب نمیداند. خب موقع آمدن گوسفندها بعد از ظهر بود. بعد از ظهر که شد بچه‌ها آمدن. حضرت یعقوب علیه السلام بیقرار شد. همه شبانه های محله را میرفت سوال میکرد
که شما بچه های ما را ندیدی امروز گوسفندها را گفت نه. اینها از اینجا از خانه که گوسفندها را حرکت داده فرزند در این مسیر به محضی که از چشم یعقوب علیه السلام مخفی شدن مسیر گوسفندها را عوض کرده از پشت درد به مسیری که اون چهره در نظر گرفته بودن اونجا بودن کاملا مسیر را انحرافی کردن. یعقوب علیه السلام منتظر که چه زمانی بچه های من میاد یوسف جان میاد یوسفی که گفت انی لیحزننی ان تذهبوا بهی یعنی من مغموم میشم از بردن شما یوسف را من تحمل جدایی را ندارم. الله سبحانه و تعالی جدایش کرد. فرزندها با مکرهای عملی و قولی وارد شدند. اولین مکر این که گوسفندها را به موقع نآوردند. مکر عملی اول موقع عشاء آوردن که یعنی ما به یک مشکل بسیار سنگین مواجه شدیم و لحاظا به موقع نتونستیم گوسفندها را بیاریم. اولین مکر عملیه. جاءوا اباهم عشاء آمدن پیش پدر موقع عشاء هر وقت در حالی که یبکون. این مکر عملی دو. مکر اول اینه که عشاء آوردن. مکر عملی دوم آنها این بود که در حالی که گریه میکردن وقت حضرت پدر پرسید چرا گریه میکنی؟ چیخ آه ناله واویلای پرسید چرا گریه میکنی؟ این مکر سوم قولی. جواب دادن قالوا یا ابانا ای بابا جان انا ذهبنا نستبق همه 11 تای ما رفتیم مسابقه داشتیم نستبق در عدو و رمی مسابقه تیراندازی بود مسابقه دویدن بود مسابقه اسب دوانی بود نستبق اسبها را می دوانیدیم مسابقه تمرینات نظامی بود. ذهبنا نستبقو از یک دیگر سبقت می گرفتیم در دویدن و در تیراندازی و ابن جوزی گفته برای صید و شکار و شکارها را دنبال می کردیم با اسبها دنبال می کردیم پیاده دنبال می کردیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا جایی که سامان اضافی را شما میدانی در بیابان شما بلد نیستی وقتی در بیابان بازی میکردن سامانها اضافی را در میاردن کوتوک موتوکا را میگذاشتن و ما او را گذاشته بودیم نزد سامانها که آنجا آمدن گرگ متصور هم نبود تو اتفاقا فاکله الذئب گرگ را خورد. و شما نیستی تصدیق کننده حرفهای ما اگر ما هم راست باشیم لو کنا صادقین اگر ما راست باشیم شما باور نمی کنید الان که راست هم نیستی راست باشیم شما باور نمی کنید الان که خود ما راست هم نیستی در ما کجی هست. و مکر چهارم عملی و جاءوا علی قمیصه بدم کذب آوردن پیراهن را با خونهای آلوده و جاءوا علی قمیصه بدم کذب آوردن روی پیراهن حضرت یوسف خون دروغ خون کاذب. پیراهن حضرت یوسف را صحیح سالم در آوردن و لحاظا مقداری بزغاله یا خرگوش یا بلاهی خونش را بر او چسبانیدند و خون آلودش کردند و به پدرم تحویل داد. حضرت یعقوب بررسی کرد این پیراهن صحیح سالمه عجب گرگه های آمریکایی آموزش دیده اول پیراهن در میاره شروع میکنه بخوردن متوجه شد که اینها ترپد میکردن دروغگو را حافظه نباشه کم از کم این پیراهنش پاره پاره هم نکردن اگر گرگ کسی را بخوره پیراهن پاره میکنه یا صحیح سالم در میاره اول پیراهن در میاره بعد می نشینه میخوره
گرگی که برای یک انسانی حمله کند اول پیراهن و پارچه های او را پاره پاره میکنه، دست و پنجه میزنه، نیش میزنه. حضرت متوجه شد سبحان الله، سیرت پیغمبر را ببینی. پیغمبر بررسی کرد، چه گفت؟ نه گرگی فرزند من را نخورده، بل بمانه بلکن سولت لکم انفسکم امرا، مزین کرده برای شما نفس شما یک کاری را، فصبر جمیل. این صبر جمیل مبتدا خبر مبتداش محذوفه. کار من صبر جمیل است، من صبر جمیل میکنم. صبر جمیل کدومه؟ الذی لا شکوت فیه بالناس، من گلای شما را هم با مردم نمی کنم و بر این گزارش بسیار ناگوار و ناپسندیده الله اون ذاتی است که از او استعانت گرفته میشه. الا ما تصفون، الله اون ذات است از او استمداد کرده میشود، از او کمک خواسته میشه بر آن گزارش شومی که شما بیان کردی. گزارش بسیار ناگواری بیان کردنی. گفتن ذهبنا نستبق و ترکنا لیوسف فاکله الذئب. سبحان الله، اینجا اخلاق پیغمبر. اگر دستور میداد تمام کنانی ها را، تمام امت را ببندید، اینها را با 4 چارچوب به جانشون بیفتید تا فوراً گزارش بدن که یوسف کجا. یک کلمه ناسزا به بچه ها نگفت. پیغمبر متوجه شد که من در امتحان الهی قرار گرفتم و در این امتحان و آزمون باید صبر جمیل بکنم. آیا یعقوب غیب می‌دانست؟ هر جا حاضر و ناظر بود. اگر حضرت یعقوب حاضر و ناظر و غیب دان می بود، لحظه ای که حضرت یوسف جان را در چاه میخواستن بیاندازن، حضرت یعقوب غیبدان اگر می بود، هر جا حاضر و ناظر می بود، با تمام امکانات خود را اونجا نمی رسانی؟ این انسان ها که میگن انبیا غیب میدانن، هر جا حاضرند، هر جا ناظرند، بر حرفهای ما مطلعند، بر احوال ما مطلعند، این داستان یک پیغمبر عظیم الشان. در هر مرحله آیا در دنیا اراده و مشیت خدا کار میکند یا اراده و مشیت انبیا کار میکند؟ آیا یوسف پسند داشت که در چاه بماند؟ این شب تاریک حضرت یوسف در چاه بر یک سنگی خواب او هست و استراحت او هست، یا بر اون کمینگاه چاه نشسته است. چاه تاریک در ظلمت به سر میبرد و یعقوب علیه السلام اینجا به کنعان به هم میپیچد. چقدر سخته، سبحان الله، چقدر سخته. خیلی سخت نیست؟ نیست سخت. گزارش فاکله الذئب برای نه فرزند معمولی، فرزندی که پیغمبر از خواب به شان رفیع این فرزند پی برد که این چه دارای شان رفیع میشه، همه خاندانش برای او تسلیم میشن. و اون ذهانت و اون درک و اون دراکی و اون زیرکی که هر پدر در فرزند خودش، یک پدر عاقل، یک پدر دانا، فرزندهای خود را مورد تفقد قرار میده و میداند که این فرزند چقدر دانایی دارد، اون فرزند چقدر دانایی دارد، این فرزند چه صلاحیت‌هایی را احساس میکند، خوشحال میشه. نه؟ جگرگوشه حضرت یعقوب در چاه است و گزارش چقدر ناگوار که پیراهن، بدون پیراهن حضرت یوسف علیه السلام در چاه، اون بدن نازک یوسف پیراهنی به تن ندارد. سبحان الله. و الیه یرجع الامر کله، همه چیز به خدا ارجاع داده میشه. الله میخواهد یوسف بره ترکیب میشه. حکمت های بالغی اهل عرفان
و رموزات و اشارات میگن چیه رمز در این، چه رمزی در کار است که الله سبحانه و تعالی یوسف علیه السلام را از یعقوب علیه السلام جدا میکند، رمز در چیه؟ و حضرت یعقوب هم میدانست خطر برای یوسف از طرف برادرها، احساس میکرد یا نمیکرد؟ فیکیدو لک کیدا لا تقصص رؤیاکا، چاره کرد یا نکرد؟ تدبیر کرد یا نکرد؟ مردم بگا میگه پیرها یک توجه بکنه همه دنیا دگرگونه، این پیغمبر هرچی توجه کرد، هرچی دم و درود کرد، لیکن تقدیر خدا و تصمیم الهی اجرا می شود، نه آنچه یعقوب می خواهد. یعقوب می داند فرزندش از این خواب به مقام عالی می رسد، لیکن او هم می داند که هر کس به مقامی برسد باید مشکلات را تحمل کند، آزمونهای الهی را تحمل کند. حضرت یعقوب متوجه شد که من در آزمون قرار گرفتم، برای نیم روز کامل، نه برای روز کامل، برای نیم روز جدایی یوسف تحمل نشد. احکام حاکمین خواست که سالهای سال یوسف را از یعقوب و یعقوب را از یوسف جدا کند. آنچه خدا میخواهد میشود، نه آنچه بندگان خدا، مشیت خدا در دنیا کار میکند، نه مشیت بندگان مقرب الهی. خب این مرحله دوم داستان تمام شد که برادرها او را در چاه تحویل دادند و گزارش بسیار ناگوار عرضه کردند و جواب بسیار صابرانه. چه اخلاق عظیمی پیغمبر دارد. هر پیغمبر دارای اخلاق. اگر دیگه هر انسانی می بود بچه ها را بد و بیراه نمی کند، اینها را ضرب و شتم نمی کرد. اگر خود حضرت یعقوب توانایی نداشت، لحظه از امت، از مقتدیان، از همسایه ها، از خویشاوندان حضرت یعقوب علیه السلام کمک می گرفت و به جان فرزندهای خود بی افتاد، یا یک کلمه نازیبا می گفت نه فصبر جمیل. این اخلاق انبیا سیره بسیار طیبه دارند و سیره طیبه انبیا را الله سبحانه و تعالی بیان کرده. خب اولین مرحله زندگی یوسف علیه السلام با امتحان در چاه و ورود چاه در شبهای تاریک امتحان سختیه یا آسانیه؟ نه، امتحان سختیه، لیکن امتحانات بعدی سخت‌ترند. مرحله ثالث داستان اخراج از چاه و نعوذ بالله به حیثیت یک برده در میدان عرضه می شود. برای یک انسان آزاد و حر، یک پیغمبر زاده مثل دام به فروش برود، این آسان است یا سخت است؟ خیلی سخته. این امتحان سخت‌تر از این امتحان. اونجا انسان آزادی تو چاه افتاده، کسی بر او سیطرت و حکومت ندارد، چاه تاریک است، آب هست و تحمل گرسنگی می کند، تشنگی، بی پیراهنی، لباس در تن ندارد. مرحله سوم اخراج از چاه و امتحان در این سنگین تره. جاءت سیارتون، آیا روز بعد سیاره آمد یا بیشتر طول کشید؟ نویسندگان میگن نه، بیشتر از یک روز. این فردا که شد یک دوتا آمدن که بازدید کنن که آیا یوسف مرده یا زنده. اینجا هم که آمدن صدا زدن، یوسف گفت اوه حتما دیگه غیظ دل آنها فروکش کرده و لحاظا امروز دیگه من اخراج میکنم. بس همین یک شب در چاه آمدن و میگن لقمه های نانی هم پرتاب کردن و صدا زدن یوسف چی برادرها خفه شو، هنوز زنده ای؟ لقمه نان هم پرتاب کردن رفتن. دیگر روزی هم آمدن، چند روز حضرت یوسف هم روی همین سنگه که توی چای یا اون مخفیگاه چای. آخر قافله اتفاقا جات سیارتون، آمد یک قافله ای. اینجا هم اتفاقا این مسیر قافله هم نبود، اتفاقا قافله آمد آنکه از کنعان به مصر میره.
قافله آمد از این سرزمین به مصر میخواست بره. فارسلوا واردهم، قافله کنار چاه اقامه کردن و اون وارد، کسی که آب میارد عرب بهش میگه وارد، اون خدمتگار را فرستادن که برو آب بکش بیار از چاه. فرستادن وارد خود را، وارد آمد، وارد کسی که آب میارد میگه. فادلا دلوه، وارد ریسمان و دلو خود را پایین کرد. این ریسمان آمد و این دلو آمد. حضرت یوسف علیه السلام شبها و روزها بدون پیراهن خسته و مانده گرفت دلو، به جایی که بره آب بشه خود را تویش کنم. او تکان داد دلو که بله آب شده گرانه، کشید به لب چاه رسید. سبحان الله، فرشته به چی زیبایی دارد. فوراً گفت یا بشرا هذا غلامون. غلام در زبان عربی پسر را میگه. این یک پسر قشنگی. غلام در زبان عرب به معنای پسر. اون که ما بهش غلام میگیم این عبد میگه عرب. این غلامیه. عرب ها از غلام الله ناراحت میشه. غلام الله یعنی پسر خدا. در حال اعتراض هم کردن، لیکن در لغت عرب هم غلام به معنی عبد آمده. و انما الاعمال بالنیات. الله تعالی میداند که غلام در زبان ما به معنای غلامه، اما که ما غلامش میگی، ما به معنای پسر نمیگی. تو یعنی بنده خدا، غلام خدا. تو فوراً گفته این غلامه. یا بشرا، بعضی هم میگن رفیق این به نام بشرا بود. بشرا بیا که غلامی آمد از شاه، پسر بسیار قشنگی. و بعضی میگن نه، بشرا به معنی خوشخبری. بشرا خوشخبری، وحوه خوشخبری، احضری حاضر باش، هذا غلام. این یک پسر بسیار قشنگ و خوشگل و خوشتیپ. و اسروا بضاعة، مخفی کردند این غلام را، سرمایه مخفی کردند او را. بضاعة، از چه چیز مخفی کردند؟ در حالی که برای خود سرمایه کردند از دیگر اهل قافله. گفت این غلامی ما از اونجا از سر چاه خریدی. معلوم میشه این قافله خیلی نزدیک چاه نبود. این از مسیر میخواست بیاید، دور از چاه اقامه کردن، لذا این نفر را برای آب فرستادن، برو از فلان چاه آب بیار. این را از قافله مخفی کردن، در حالی که برای خود جاهلین بضاعتاً او را سرمایه قرار دادن. الله علیم است به آنچه اینها انجام میدن. الله علیم است به آنچه اینها انجام میدن. شاعر اینجا شعری سروده: عزم اخوت این چنین بود تا شود آن به وطن. روی والله اعلم بما یعملون. برادرها چی میکردن؟ اهل قافله چی میکرد؟ حضرت یعقوب علیه السلام چی میکرد؟ از کردار همه خدا خبر دارد. عزم اخوت این چنین بود تا شود آن به وطن. قادر مطلق چنین تصمیم گرفته تا شود شاه زمان. قافله مخمسه کس درم کردند و هم قادر سمان. حضرت یعقوب کنعان در میان است پرحزن. یعقوب اونجا در کنار مثل مار میپیچد
و چشمه ها را نمیتونه اداره کنه. اشک برادرها میخوان بره تبعید بشه، قادر مطلق اراده دارد که بره شاه زمان بشه و قافله گرسنه برای چارقران. همین نقشه ای را خوب شاعر کشیده. عزم اخوات این چنین بود تا شود آن به وطن. عزم اخوات این چنین بود تا شود آن به وطن. قادر مطلق چنین تصمیم گرفته تا شود شاه زمان. قافله مخمسه قصد درم کردند و هم قادر زمان. حضرت یعقوب کنعان در میان است پر حزن. یعقوب اونجا در کنعان به مثل مار میپیچه و اضطراب دارد، اشک سرازیر بدون اختیار. برادرها خوشحال موفق شدن برای تبعیدی. قافله هم خوشحال شده که کمی پول گیر میاد. و الله اراده دارد که شاه زمان مصرش کنه، زیر دارایی مصر بشه که به خانه ملک هم بدون امضای او گندم نمیده. و قافله مخمسه قصد درم کردند و هم قدر ثمن. قافله گرسنه قصد کمی پول و کمی خلاصه شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. اینجا یک اختلاف دیگره، امتحان سخت، امتحان دوم که یک پیغمبر زاده و آزاد و حر مثل یک دامی به فروش میره. شروه به معنی با او هست، فروختن مظلوم را به پولهای بسیار کم، یعنی درهمهای انگشت شمار. کی فروختن؟ بعضی هم میگن یوسف که اینجا نیست، این طرف نگاه کرده بله قافله اون طرف دور از شاه یا مسیر این شطور رفته، حتما همین برده یوسف. بله اینه بیبین که از شاه درش آورده، پاهشتر بوده، اینجا پالخت بوده، بس دنبالش میتونه. رفتن دیدن تا یوسف کنار یک سامان مخفی نشسته. گفتن کی اینجا؟ از کجا غلامی ما چند روز فرار کرده؟ بابا جا ما اینه سر چا دیدی؟ از چا بیرونش ند؟ عجب خطرناک میخواه فرار. ما باید دنبال بزغاله ها و بزها میبرسیم گمه، چند روز ما نمیدیم. حضرت یوسف علیه السلام هیچی نگفت از ترس که اگر این دفعه من جدا کرده غیر از مرگ دیگه هیچی. عاقل همیشه زندگی را بر مرگ ترجیح میده. بین خاطر حضرت یوسف ساکته. گفت بله میخریم. گفت چقدر؟ بگید. ادید به ما 18 درهم 20 درهم نه کمتر، 18 درهم. وکانو فیه من الزاهدین، بودن نسبت به یوسف علیه السلام به رغبت. اونا که خرید نمیخواستن پولی بگیرن. 18 درهم را به هر برادری 2 درهم، بزرگتری که قائل قتل بود با من پول یوسف نمیخوام، این 2 درهم شما بر سر خود تقسیم. 9 تا هر یکی به خودشان 2 درهم تقسیم کردن و رفتن. خب اونها هیچ رغبتی نداشتن، زاهد بودن نسبت به یوسف، بی رغبت کننده بودن. بعضی هم میگن نه این شروحو برادرها که دیگه گذاشتن در چاه و آمدن تا برده قافله خوشحال شدن، اصلا دنبالش نرفتن. چرا مصری ها این قافله این ارزان فروخت در مصر؟ و شروحو اباؤوه، فروختن این اهل قافله یوسف را به ثمن بخسین، به یک پول بسیار ناقص، یعنی چند درهم انگشت شمار.
و بسیار بی رغبت بودن در یوسف، خاطر این که بعد آوردن بعد میبره. یک ماشین 8 میلیونی را دوست وقتی بدزده به گردی جنگل ببره برای 18 میلیون میفروشه، برای 2 میلیون میفروشه. چرا؟ میترسه که پرده صاحبش میآید و مفت از من میبره. اینی که مفت از من میبره به جای خود که هنوز مرا به زندان میاندازه و هنوز مرا جریمه میکنه و میبره بلای به سر من میارد. لذا دوست هیچ فکری جز این که از دستش مسروق بره ندارد. آنها میدانستند که این غلامی، شکل غلامی، قیافه غلامی، رنگ پری پیکری حتما مالکی دارد ما را دنبال میکند و نه تنها از ما میگیرد بلکه ما را چه بلایی به سر ما بیارد. به این خاطر از کنعانی ها ترسیدند و فوراً از دست خود ردش کرد. به این خاطر آنها رغبتی نداشتند که باد آورده را باد میبره. این مرحله سوم داستان حضرت یوسف مثل غلام فروخته شد. مرحله چهارم داستان، در این مرحله هم الله تعالی حضرت یوسف علیه کرد. یوسف علیه السلام اگر کشاورز بکار کشاورزی میکرد، اگر تاجر زند به خانه معرفی میکرد، نه به اون در این یوسف علیه السلام را دستگیری کرد. چرا؟ یوسف علیه السلام را در این میدان فروش اگر کشاورزی میخرید به کار کشاورزی مشغولش میکرد، اگر تاجری میخرید به کارهای تجارتی مشغولش میکرد، اگر دامداری میخرید به کارهای دامداری مشغولش میکرد. درسته یا نه؟ وزیر دارایی مصر حضرت یوسف را میخرد که حضرت یوسف در بیت این وزیر امور وزارتی را یاد بگیرد. اون هم به عنوان فرزند به خانه معرفی می‌کند، نه به عنوان کلفت و غلام، بلکه به عنوان فرزند. خانم زلیخا میگه بچه ای نداریم، گل سرسبدی گیر آوردیم، از همه بچه ها قشنگتره، در زیباییش نگاه کنین زیباه، در هوشیاری و زرنگیش نگاه کنین زرنگ و زیباه، داناه، هوشیار، عاقل، زیرک. قال الذی اشتراه من مصر، گفتون مرحله چهارم داستان است، گفتون کسی که خریده بود او را از مصر. اگر این شرح فاعلش برادران باشند، 2 مرتبه بر حضرت یوسف خرید فروش انجام گرفته، یکی برادرها به قافله و دیگری قافلها به اهل مصر. و اگر فاعل شرح اون اهل قافله باشند تو یک فروشه. گفتون کسی که خرید کرده بود یوسف علیه السلام را از اهل مصر، من مصر ای من اهل مصر، لامرأتی به خانم خودش گفت اکرمی مثواه، جایگاه این را احترام میگذاری. خودش که خوده رختخواب، این دنیا معموله، رختخواب غلام و خدمتگار و بزگر را میبرم با رختخواب آقا یک جا میگذاری. معموله مزدین رخت خود را رئیس اونجا میگذارم. گفت آقا مکان این هم قابل احترام، خودش که زلیخا تادید گفت باید شونبخت، من این جای جا بدم که دیگه تو حرف از رخت خوابش میدنه، من اون رو روی دیده میگذارم، از دیده هم گذشته جای دیگر هم اجازه میدم. حضرت سبحان الله، الله تعالی
احسان بکند. گفت اون شخصی که خریده بود یوسف را، الان میگه در میدان افسانه یوسف من که چقدر افسانه میگم برای یوسف زلیخا. دنیا مشتریش شد، هر کسی آمد خرید یوسف را نمیتونه پرداخت کنه. به اصطلاح گروه فروشا هم آمدن که خود را جز مشتریان یوسف بکنن. این همه افسانه به حیثیت فرض اکرمی من امید یا اینا برای خود من فرزند انتخاب. یکی هر فرزندی انسان ولد با ولد فرق دارد. اتخاذ فرزند مال بی ما به منزله فرزند قرارش میدیم. تمام مشرکین میگفتن اتخذ الله ولدا، قالت اليهود عزیر ابن الله اتخذ الله ولدا. اینا خدا برای خود به منزله فرزند نازنین قرار داده. قائل شدند که خدا نازنین زیاد دارد، حرف آنها را به زمین نمیگذارد. الله تعالی گفت نه، کور خواندی، من نیازی به اتخاذ ولد ندارم. ولد را کسی اتخاذ میکند که از عهده کارها بره. من تو دوتایی، گاه وقتی این بچه عزیز من شماه به دست ما کاسه میده، برای ما کفشی راست میکنه، همانطوری که بچه ها کارهای کوچک را میکنن تو خانه، برای پدر برای مادر کارهای کوچک را انجام میدن و نیاز هست که باید انجام بده. انسان برای هر کار بزرگ و کوچک خودش که حوصله نمیکند بلند بشه. بچه برایش بلند شدن و نشستن و رفتن و آمدن کار سختی نیست. الله تعالی جمله معترضه کذالک، مثل این بیانی که ما اینجا کردیم، لذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما قدرت دادیم یوسف را در سرزمین مصر. چرا؟ لنکرمه، معطوف لمحذوفه، تا ما او را اکرام کنیم و تعلیمش بدهیم. تعویل الاحادیث، نتیجه کارهای مشکل را. تعویل به معنی نتیجه، الاحادیث به معنی سخنان مشکل، کارها، امور مشکلات. فی بیت العزیز، در خانه این عزیز ما او را آموزش بدهیم. خلاصه والله غالب علی امره، الله تعالی غالب است بر کارهای خودش. هر کاری که خدا بخواهد اجرا میکند و هیچ قدرتی جلوی کار الهی را نمیتونه بگیره. لیکن اکثر مردم نمیدانند. چی چیز را نمیدانند؟ این رازها را، این اسرار را که الله تعالی به ظاهر مشکلات است. شاه میدان بردگان، برده فروشان نیست. اونجا غلامه ها را عرضه میکردن به فروش، حالا توی میدان مالها را عرضه میکنن. اون قدیم در میدان بردگان غلامه ها را و کنیزه ها را عرضه به فروش میکردن. اینها نمیدانند اسرارها را، اکثر مردم نمیدانند، کارهای الهی را نمیدانند. یا اکثر مردم نمیدانند، فکر میکنن انبیا غیب دانند، اولیاء غیب دانند، حاضر و ناظرند. اکثر مردم نمیدانند، این اسرار را نمیدانند. خب این مرحله امتحان، شاه هم امتحانی بود، فروش هم امتحانیه. او از این امتحانها حالا قدم در یک امتحان سختی میگذارد حضرت یوسف علیه السلام. مرحله پنجم داستان از اینجا شروع. در این مرحله زندگی حضرت یوسف علیه السلام امتحان عفت، امتحان دیانت، امتحان حق شناسی به عنوان فرزند معرفی شده. حالا نعوذ بالله این فرزند آیا خائنی خیانت میکنه؟ الله سبحانه و تعالی این امتحان یوسف علیه السلام را خیلی سخت کرد. هم امتحان دیانت است،
هم امتحان امانتداریه، هم امتحان حق شناسیه. حضرت یوسف علیه السلام امتحانش سخت به این خاطر اگر یک زن خوبی خوشگل و دیبای مثل زلیخا، یک پیر مردی که به زور عصا از زمین بلند میشه، این زن زیبا این پیر مرد را دعوت بده که بیا با هم محبتی کنیم، و پیرمرد قدرتش اینقدره که به زور عصا از زمین حرکت میکنه. اگر این پیرمرد بگه انی معاذ الله، هیچ کس نمیگه بابا پیرمرد از دستش چی برآورد نمیشه، پیرمرد از دست او هیچ چیزی برآورد نمیشود. لذا الله تعالی میگه نه، یوسف در اوج قدرته. یوسف در چیه؟ در اوج قدرته. عالم هم عالم تجرده. خب یکی است در اوج قدرت مثل شما، لیکن خانم زیبایی و دوست محبوب خوبی دارد در کنار. حالا یک زنکی او را دعوت بده و بگه معاذ الله چیکار گم شو، هیچ کمالی کم. حضرت در اوج قدرت و در کمال تجرد. ولما بلغ شده، قرآن از اینجا دارد این حرفا را ذکر میکنه، این جنبه های امتحانش را سخت بیان میکنه. وقتی یوسف علیه السلام رسید به قدرت و طاقت خودش، اون روزها 11 ساله بود، 12 ساله بود یا 17 ساله بود، حالا در اوج قدرت رسیده. آتیناه حکما، ما به حضرت یوسف حکم دادیم. حضرت ابن عباس مراد گرفته از حکم علم شریعت، علم نبوت بهش دادیم، یا برعکس حکومت بهش دادیم و علم نبوت بهش دادیم. و کذالک نجزی المحسنین. الله تعالی میگه تخصیص یوسف نیست، هر نیکوکار را بر اثر صبر و تحمل، پاک دامنی و راست گفتن و راست کرداری، الله سبحانه و تعالی میگه ما جزا میدیم. اشاره ای هست به اصحاب رسول پاک صلی الله علیه وسلم و به رسول الله که مثل یوسف ظاهرا مشکلات تحمل میکند و نتیجتا الله تبارک و تعالی حکم و حکومت، علم و شریعت بهش عنایت کرد. همینطور ما جزا میدهیم آنها را که از صمیم قلب نیکی میکنند. حالا شدت دوم، این زندگی، این مرحله امتحان خیلی سخته. حضرت یوسف جوان مجرده. خب این جوان و یک مجرد را یک زنی دعوت بدهد که خانه اون زن در قسمت اطلاعات و استانداریه که عموم مردم را اونجا نمیگذارن تردد کن، میگذارن اونجا. شما ازدحام مردمی میبینی، خلوت در اون قسمت های زیر زمین که بندگانی مثل مار میپیچن، ظاهرا خلوته. اون دختر که خانهش در وسط اون مساکنه و عاشقش در آخر خیام افتاده، حالا اگر این عاشق بگه من متقیم و پرهیزگارم، دسترسی تا در اون خانه نداری که بهش برفته، چه دیگه بزرگی این آقا را که در آخر خیام افتاده و دسترسی تا اون خیابان نداره، در که داره تا خیابان اون محله و دسترسی نداره، و حالا میگه من پرهیزگارم. نه، هیچ پرهیزگاری دسترسی نداره. لیکن الله تعالی میگه خب دسترسی هم داشته باشد، دسترسی هم داشته باشد، لیکن اینطور نداند که آیا من درخواست بکنم یا دست دراز بکنم، شاید این دختر عفیفه و پاک دامنی باشد
بگه از این ریش و کمالاتت خجالت نمیکشی؟ خودش که خجلیه دیگه، سخته نه؟ دسترسی دارد به خانه، لیکن دلش هم گرفته است به مال مردم، لیکن جرأت درخواست را یا جرأت درازی دست را ندارد. هم این کمال نیست که بگه من صوفی صاحبم، هیچ کمالی جرأت ندارد. اگر با زبان بگه هم بدنام میشه که مبادا طرف قبول نکنه و شروع کنه پرخاشی را، و اگر نعوذ بالله دست دراز کنه هم احتمال دارد که این عفیفه ای باشد و حاضر نباشد که خود را در اختیارش بگذاره، هم رسوا میشه. الله تعالی میگه هیچ مانعی نیست. طالبه زلیخا خانه هم خانه ای که 24 ساعت یوسف علیه السلام اون گل سبد اون خانه، هیچ معنی وجود ندارد. راودته التی، با این تعبیرات الله تعالی امتحان پیغمبر را سخت کرده. جوان مجرد او طالب درخواست کننده زلیخا درخواست بکنه و یوسف علیه السلام اونجا نباشه. تهران اینجا تماس تلفنی، الو بله دوست عزیز قربان صدایت بشه، چه فایده؟ لیکن قرآن عظیم شان میگه هیچ معنی وجود ندارد. راودته التی هو فی بیتها، گفت و شنود کرد با یوسف اون خانمی که یوسف جان در خانه اون خانم هست، گفت و شنید کرد با یوسف اون خانمی که یوسف جان 24 ساعت در خانه اون سکونت دارد، ان نفسه، نسبت به نفس یوسف علیه السلام. خب درخواست هم بکنه، گفت و شنید هم بکنه، خانه هم همونه، لیکن خانه مملو از انسانه. این خانه مهمان دارد، اون خانه دیگه خصوصیات نشستن، در وسط یک دیگر را میخوانند. یک خانه مانده آشپزخانه، اونجا خدمت میکنه، یک دیگر را هم میخوان، لیکن جرأت دارن که اونجا دیگه عملیات انجام بدن. همه مردمه. الله تعالی میگه هیچ این نوع معنی نیست. وغلقت الابواب، اغلاق کرد درها را، همه درها را. الان ساده فهمیده میشه، میگه پشت خط در بستن، نه لازم نیست که پشت خط در بستن. دنیا رسمش این سیستم امروز آسانه. حیات یک و دو درد ندارن، درد اول، درد دوم، درد سوم دارن یا ندارن؟ اون دربای حیات بعد هم ساختمان یک اسکلت یک در ورودی دارد، اون در بعد دری که به حال باز میشه، اون در هم بعد دری که در حال دوم باز میشه، دو حاله، ساختمان دو حاله، سه حاله. و اون ساختمان های دو حاله و سه حاله بودن، حال دوم، حال سوم، آخر از حال سوم یک اتاق خواب ویژه مخصوص عزیز مصر، اون هم در شود. پشت این همه درهای بسته. خانم زلیخا داعیه است. اول شاید دو طرف که دیگر را بخواهند، لیکن قدرت حرف زدن را نداشته باشند. زلیخا درها را بعد حضرت یوسف متوجه را در حیات بعد در اون بزرگ ماشین رو اسب را بست، آمد در حالم بست، حال اول، حال دوم. یوسف علیه السلام در آخرین اتاقه، اونجا که از عزیز مصر تعلیم میگیره و عزیز مصر از رای او استفاده میکنه. در اتاق ویژه عزیز مصر رفت و آمد دارد، چنان سیاست، چنان تدبیر،
چنان عقل حضرت یوسف داشت که همون روز خرید عزیز مصر متوجه شد که انسان بسیار با کمال است، در کارهای خودش از اون مشوره میگیره و چنان رای حضرت یوسف بهش مطرح میکرد که دیگر دهن عزیز مصر باز میشه. و آتیناه حکما و علما، به پشت درهای بسته خانم زلیخا با کمال بی افتی صدا زد هیتا لک، هیتا اسم فعل به معنی زود بیا، لک اقول لک من بیت میگم، بلا نسبت رخت خواب فهم کرده و سینه را بالا زده و نعوذ بالله آرایش کرده و حضرت یوسف را با کمال بی افتی زلیخا میگه هیتا هیتا بیا بیا بیا، لک اقول لک من بهت میگم. تا این مدت حضرت یوسف متوجه نشد درها بسته شدن چرا و اتاق مخصوص عزیز مصر درش باز شد چرا. حضرت یوسف در اتاق خودش خاص به اون اتاق مخصوص، اتاقی که تخت زده و دوشکهای بسیار نرم و نازک پهنه و حضرت متوجه شد که در قلب این خاتون مرض سنگینی افتاده. اولین عکس العمل انبیا مشکل سختیه، نه؟ تجرد هست، جوانی هست، هیچ مانی وجود ندارد، پشت درهای بسته. حضرت اولین دست جوابش معاذ الله. انبیا در مشکلات کی فریاد میزنه و به کی پناه میگیره؟ فرمود معاذ الله، پناه به خدا. خب شرحی را اینجا بیان پناه به خدا، اما تریدین منی، پناه به خدا از اون هدفی که خانم زلیخا تو اراده کرده ای از من پناه به خدا میگیرم. معاذ الله مفعول مطلق اعوذ، پناه میگیرم به خدا از آن اراده شومی که تو از من کرده. این قبح شرعی بیان کرد با این سخن. دوم قبح عقلی، انه ربی احسن مثوایا، انه ضمیر مرجعش الذی، اون آقایی که من خرید از میدان بردگان مصر، ربی به معنی سیدی، او آقای من یار احسان احسن مثوایا، اون مکان و مسکن من را خیلی زیبا کرده. آیا کمال نمک به حرامی نیست که در حق اختصاصی او من دست رازی کنم؟ نفس تو خانم زلیخا حق اختصاصی اوی، دیگه کسی حق نداره جای او بشینه. کمال نمک به حرامیه، کسی که من خرید کرده و آقای منه، احسن مثوایا جای من را زیبا کرده. این کمال نمک به حرامی نیست که در حق اختصاصی جایی که او می نشیند من می نشینم. این پیغمبر، این سیرت نبی کمال عفت و پاکدامنی را با این کلمات ادا کرد. و باز این جواب اول اون آقای منه، احسن مثوایا، و بر من خیلی احسان دارد. احسان را با نمک به حرامی جواب بده؟ این سه تا جواب چهارم فرمود انه لا یفلح الظالمون، شان این است که رستگار نمیشوند ظالمون به معنی خائنون، اونها که حق را فراموش میکنند، حق شناس نیستند، اونها کامیاب نمیشن.
کسی که بر من احسان کرده، کسی که من به عنوان فرزند معرفی کرده و تو را به عنوان مادر لا مذهب، تو اینقدر بدی. این کلمات جواب هیتلک را با قول داد. معاذ الله انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون. این جواب هیتلک با سخن بود، با عمل. جوان حرکت به طرف درهای بسته، به طرف درهای بسته حرکت کرد و درها را یکی بعد از دیگری چپتکار باز کرد. بعضی میگه اتوماتیک درها باز میشدن، والله اعلم. اگر اتوماتیک باز میشدن تو معجزه پیغمبر است، معجزه خارق عادت را میگه. و اگر اتوماتیک باز نمیشدن، جوانی و درها را کرد تو بسته بود، همه را باز میکرد. زلیخا التماس میکرد هدایت میشن، قربانت میشن، تا آخر که به آخرین در که رسید گرفته بود دامن حضرت که بیرون از ساختمان رفت، در حیات چنان کشید پیراهن خود را و زلیخا کشید، او هم کشید، پیراهن پاره شد. حضرت یوسف بادا به دروازه که از دروازه حیات توی خیابان میرفت، زلیخا هم تعلیم شد. با صدای ترپ ترپ رسیدم به دروازه. اتفاقا موقع آمدن عزیز مصر نبود، هفت میره به اراده 12 میاد. امروز اتفاقا با یکی از خویشاوندان زلیخا به غیر موقع و موسم آمده پشت در دست میزنه و کسی در باز نمیکنه، اونجا درگیریه، فرار. حالا قبل از اینکه اون فرار را بیان کند، قرآن عظیم الشان میگوید همت بهی لام و قد بر سر مضارع بیاد جواب قسمه. قسم به رب تو زلیخا تصمیم گرفته بود که حضرت یوسف را امروز به هر قیمت شده بر خودش تمکین بده. او تصمیم گرفته بود به یوسف علیه السلام و هم بها، یوسف هم اراده اون زلیخا را می کرد. لالا ارعا برهان ربی، اگر یوسف نمیدید برهان رب را. زلیخا که تصمیم گرفته بود که حضرت یوسف را فریب بدهد و یوسف هم اراده زلیخا را می کرد اگر برهان رب را ندیده بود. اینجا سروران گرامی یک ترکیب علمیه و بحث بزرگیه. من مانا کردم به طریقی که هیچ داغی برای حضرت یوسف نمی آید. یوسف اراده می کرد اگر برهان رب را نمیدید. تو همه بها این دال بر جزایم و شرط است لولا ارا برهان ربی. اگر یوسف برهان ربش را نمیدید تو اراده زلیخا را هم میکرد. چون یوسف برهان ربش را دیده بود اراده زلیخا را نکرد. تو همه بها جزای مقدم لولا ارا برهان ربی شرط مؤخر. شما هم میدانید که ان جمله را به معنی مصدر میکند. خب ارا برهان ربی مبتدای و خبرش موجودون. اگر رؤیت برهان رب موجود نمی بود همه بها یوسف اراده زلیخا را میکرد. این یک ترکیب. طبق این ترکیب هیچ اشکالی بر حضرت یوسف علیه السلام وارد نمیشه. اشکالی وارد میشه؟ هیچ اشکالی وارد نمیشه. و این ترکیب را که جزا مقدم بشود و شرط مؤخر اهل کوفه از روحات قبول دارند. اهل کوفه از روحات و در این مورد هم آیات زیادی هست.
راجب مادر حضرت موسی کلیم اللہ تعالی میگه ان کادت لتبدی بهی لولا ربطنا على قلبها. نزدیک بود مادر یوسف به صبر بشود و ظاهر کند که این فرزند منه. وقتی بیتاب وقتی آوردن که شیر بده، خواهر موسی علیه السلام آورد و نزدیک بود که جیخی از سر مادر بره بالا. الله تعالی میگه ان کادت لتبدی بهی لولا ربطنا علی قلبی. اگر من خدا قلب مادر موسی را نگهداری نمی کردم، اون با یک جیخ اسرار را ظاهر میکرد، یوسف حضرت موسی کلیم را سر میبریدن. جا آمد ترش میخواست جیخی از سرش بره، نمیخواست بره. این خاطر الله تعالی میگه ما دلش نگه داشتیم. ببین ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، این جزای مقدمه اون شرط مؤخره. یا یک و دیگه این که سروران گرامی در قرآن هم میخوانه الحمدلله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی، جزای مقدمه لولا ان هدانا الله. اگر خدا ما را هدایت نمی کرد ما خودمان هدایت نمی شد. تو طبق این ترکیب که نهاد تقدیم جزا را بر شرط جایز می دارند، برای حضرت یوسف هیچ اشکالی وارد نمیشه. او برهان رب را دیده بود، به این خاطر اراده زلیخا را نکرد. و اگر همت بهی و هم بها این را پشت سر هم بکنی، تحقیقی زلیخا اراده یوسف را کرد و یوسف هم اراده زلیخا کرد. برهان رب نمی بود جزا است لجرا علی طبعه الجبلی یا ساده لزنا به. اگر یوسف برهان رب، یوسف هم اراده کرد، زلیخا هم اراده کرد، اگر یوسف برهان رب را نمیدید به اون نزدیک میشد یا جاری میشد مطابق طبع بشری خودش. پس اینجا اشکال وارد میشه که پیغمبر چطور اراده کرد. لقد همت بهی و هم بها لولا الرعا برهان ربه تو لزنا بها. اشکال وارد میشه که پیغمبر چطور اراده زنا کرد، بله برهان رب را دید بین خاطر انجام نگیره. جوابش اینه سروران گرامی که اراده ها فرق دارند. اراده زلیخا چیزی دیگر و اراده حضرت یوسف چیزی دیگر. چرا خدا جدا کرد؟ ولقد همت بهی و هم بها. اگر اراده دوتا یکی می بود الله تعالی می گفت حما بهما یک کلمه را ذکر می کرد. پس اراده یوسف با اراده زلیخا زمین تا آسمان فرق دارد. اراده زلیخا قطعیه و اراده یوسف غیر ارادیه. ببین یک انسان روزه دارد، در خانه خودش آمده، تشنه، گرسنه یا تازه عروسیه، در خانه خودش می آید، غذا می بیند، قلبش اشتها دارد، دلش نمی خواهد غذا، درست غذا می خواهد، آب نمی خواهد، آب می خواهد و اهلیه را هم می خواهد، لیکن روزه مانه. او نه دست به غذا می زند، نه دست به آب می زند و نه دست به طرف کسی دراز می کنه. آیا از این که نفس او می خواهد او گناهگاره؟
و نفس او خواهش دارد، درسته یا نه؟ گناهگار نیست. همه یوسف به درجه طبع بشر بود، لیکن چون برهان رب را دیده بود با اراده به طرف زلیخا معاذ الله گفت انه ربی احسن مثوایا، گفت انه لا یفلح ظالمون گفت. برهان رب را دیده بود، بر نفس خودش قابض شد. خب برهان رب چیه که حضرت یوسف علیه السلام دید؟ اگر نمیدید برهان رب را، برهان رب بعضی ها گفتن که در حالی که زلیخا گفت هیتلت و نفس یوسف علیه السلام به جوش آمد، تصویر یعقوب جلو چشمش مرتضی شد تا حضرت یعقوب دست را به دهن گرفته، یک بچه ای را بر حذر بدارد. بسیاری برهان رب این چیز را گفتند که تصویر یعقوب علیه السلام بر دیوار مرتسم شد، گویا یعقوب ایستاد. حضرت یوسف معاذ الله گفت انه ربی احسن مثوایا، گفت انه لا یفلح الظالمون گفت و فرار کرد. بله سروران گرامی اینا بسیاری ها نوشتن، لیکن هرگز تو دل انسان نمی‌نشینه. هر انسان عادی وقتی کسی را ببیند حتی بر اهلیه خودش اراده داشته باشد، در جلوی دیگران میتونه عمل انجام بده. هیچ کمال اینجا نیست که یعقوب مرتسم بشه و یوسف خبردار گناه هست. انسان عادی هم اگر بر اهلیه مشروع هم که باشه دست میکشه، نمیکشه؟ چطوری پیغمبر با دیدن یعقوب علیه السلام دست از معصیت بکشه، دست از اراده معصیت بکشه؟ پس برهان رب چیه؟ که حضرت یوسف بعد از این که طبع بشری و تقاضای طبیعت بشری، امروز طبیعت بشری شما نام نمیخواد، چیز نمیخواد، طبیعت که هر چیز را میخواد، لیکن مؤمن این طبیعت را و خواهش طبع را اجرا نمیکند. میکند؟ هرگز نمیکند. آب نمیخوره، گرسنگی تحمل، غذا هست، کباب هست، میوه هست، جز خدا دیگه هیچ کسی هم نیست، لیکن تقاضای طبع را مؤمن تکمیل میکند. برای اینکه طبع میخواهد نان و آب، برای روزدار گناه است یا ثواب است. طبع حضرت یعقوب یوسف علیه السلام طبع بشری بود، او تقاضا کرد، لیکن اون طبع بشری را با معاذ الله با انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون تقاضای طبع را جواب داد و طبع را محکوم کرد، پناه خدا گرفت از تقاضای طبع. پس برهان رب چی بودن؟ شما قبول ندارید تصویر یعقوب را که اینجا مرتسم شد جلوی حضرت یوسف علیه السلام، یعقوب آمد. پس برهان رب چیه؟ برهان رب معرفت الله، دلائل قدرت الله، معرفت الله. دلیل این که برهان رب اون معرفت الله هست، اون قدرت الله هست، اون عذابهایی که بر زنا مرتب میشن. دلیل همینه که وقتی در جواب هیتلک پیغمبر چه گفت؟ معاذ الله. خدا اینجا درست درها بستن، عزیز مثل وجود ندارد دیگه، هیچ موجودی وجود ندارد، لیکن خالق دارد نگاه میکنه. مالک همین جای و نبی و ولی الله را، خود را و الله را همیشه حاضر و ناظر بر خود میداند. نمیداند؟ بندگان خدا، انبیاء علیهم السلام و اولیاء همیشه خود را در محضر خدا تصور میکنند. ان تعبد الله کانک تراه، این درجه اول.
فإن لم تكن تراه فإنه یراک. انبیا همیشه خود را در محضر خدا میدانند. اینجا برهان رب معرفت خدا هست. اگر یوسف معرفت خدا را نمیدید، قدرت خدا را نمیشناخت، آشنایی با معرفت خدا نمیداد، یوسف همه انسانی بود، بشری بود، مجرد جوان، پشت درهای بسته. و دلیل که این برهان رب معرفت خدا هست، آشنایی قدرت خدا هست و عجایبات قدرت رب العالمین، دلیل اینه که حضرت در اولین مرحله گفت معاذ الله. خدا را حاضر و ناظر نداره، چطور گفت معاذ الله؟ معاذ الله، فنا به اون خدای حاضر و ناظر، خدایی که دارد میبیند. تو چه حرف زشتی میزنی؟ معاذ الله. و ترکیب اهل کوفه ترکیب دارد. چرا ما پیغمبر را داغدار کنیم؟ یوسف اراده زلیخا را می کرد، اگر برهان رب و معرفت ربش را نمیدید. کذالک یعنی مثل ذالک اریناه البرهان، معرفت خدا را ما به حضرت یوسف عنایت کرده بودیم، برهان نشان داده بودیم یوسف را. کذالک یعنی مثل این که برهان را ما به یوسف نشان داده بودیم. چرا؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. برهان رب را ما به یوسف نشان دادیم، همینطور که بیان کردیم. اریناه برهان ربی. چرا؟ تا دور کنیم از یوسف سوء، اراده گناه را، فحشا، خود گناه را. سوء مراد اراده زنا، فحشا خود زنا. الله تعالی میگه همینطور ما نشان دادیم به یوسف برهان و معرفت رب را، تا که اراده گناه را و خود گناه زنا را از دور کنیم. الله تعالی میگه ما برهان رب را بهش نشان دادیم. لنصرف عنه السوء. و شدیده ما بگید که حضرت یوسف اراده کرده. و بعضی ها تا اینجا هم حرف زدن که قابل قبول نیست که حضرت یوسف یعقوب زد سیلی بر سینه حضرت یوسف علیه السلام، خرجت منیه من عنانه. اینها تمام حرفهای یهودی های لعنتی هستند، بعضی ها نقل کرد. کسی که خودش قوت ندارد غریزهش دفعشه، قدرت دارد نزدیک بشه، و بدون غریزه متعیل مثلا انجام نمیگیره. غریزه وقت دفع شد دیگه کار از کار میره. اینها هم هیچ قابل قبول نیستند. برهان رب معرفت خدا هست که حضرت یوسف را خدا قبلا گفته بود آتیناه حکما و علما. این معرفت خدا را داشت به دلیل اینکه اولا گفت معاذ الله. خدا میگه ما می‌خواستیم که از حضرت یوسف سورا یعنی اراده زنا را منصرف کنیم و خود زنا را. چرا؟ انه من عبادنا المخلصین. یوسف علیه السلام از بندگان مخلص ما و خالص کرده ما شد بود. و مخلص یعنی خالص بود از تمام گناه. این دلیل معصومیت پیغمبرها. او از بندگان ما بود، از اون بندگانی که خالص شدند از گناه، یعنی معصوم. الله تعالی این کلمه را به کثرت در حق انبیا به کار میبرد و معصومیت انبیا از این کلمه ثابت میشه. انبیا معصومند که اینها را خالص کرده شده بودند. زلیخا و حضرت یوسف دوتایی به طرف دروازه، واستبق الباب، مسابقه به طرف باب، آخرین در حیات. زلیخا چسبید یوسف از چنان میدود. شما میگه اراده کرده، اراده کننده میدود. حاشا الله، اصلا اراده حضرت یوسف نبود. حضرت یوسف از زلیخا دوتایی فرار میکنن به طرف دروازه. و قدت قمیصه، خانم زلیخا پاره کرده پیراهن یوسف را.
من دبر از پشت سر. اتفاقا پشت در هم عزیز مصره و یکی از خویشاوندان زلیخا همراه که با داماد امروز به خانه آمده و الفیا میگه اموزاده زلیخا هست. یافتن هم یوسف و هم زلیخا سیدها، قرآن عزیز تعبیر هست، و آقای زلیخا را سیدهما نبود. چرا حضرت یوسف به عنوان غلام که نبود؟ اونجا یک کلمه مانده بود، من بگم یک توجیه اینه که ربی مراد رب حقیقیه. اگر کسیوتی به معنی سیدی کرده، اون آقای شان این است که الله رب منه، اینه معنی. برای اینجا عنوان کردن ربی به معنی سیدی. دو تایی، هم یوسف هم زلیخا پشت در این طرف، اونها هم اون طرف. یافتن سید زلیخا را یعنی شوهر زلیخا را لد الباب نزدیک دروازه ایستاده منتظره که در را باز کنند. تا در باز کرد حضرت یوسف علیه السلام، زلیخا دید شوهرش ابوزاده با کمال بی‌وقاحتی اول عشقش هست، زبان کشید و کوبید این زبان دراز را بر یوسف. فوراً گفت قالت، سخنرانی علی زلیخا میکنه، دید یوسف ساکته، فقط در باز کرده. خانم زلیخا میگه ما جزاء من اراد باهلک سوءا، چه باشد جزای اون کسی که اراده بد به اهل تو کرده؟ اینجا کی را میگه؟ کی را؟ خانم را میگه. پس اونجا چرا اهل البیت شما حضرت عایشه و حفصه را داخل نمی کنید؟ خانم عزیز مصر اهل بیت عزیزن و ازواج مطهرات رسول الله اهل بیت نیستن. آقا سالم ها ببینید اصطلاح لغت عرب را. حضرت یوسف علیه السلام به قول زلیخا اراده زلیخا را کرده. زلیخا خانم عزیز نیست. ما جزا، خیلی مسئله را بعید بزرگ، ما جزا من اراد به اهلک سوءا، چه باشد جزای اون آقایی که اراده سو به اهل تو کرده است؟ الا به معنی غیر از این که زندان کرده شود و غیر او عذاب علیم، یا شکنجه های سختی بهش داده بشه، عذاب علیم، شکنجه داده بشه. غیر از زندان و غیر از شکنجه چرا نگفت که باید کشته بشه؟ غیر ان یقتل نگفت. چرا؟ مرگ یوسف برای خانم زلیخا هم مرگی بود. آنقدر حب یوسف در دلش جا گرفت. خب میره چند سبای توی زندان، سختی های زندان میبینه. بعد من پیام میفرستم به ذریعه جاسوس ها، الان میخواهی تا بگم تو را اخراج کنم، حاضری؟ این همیشه اهل دنیا و اهل کفر فکر میکنن زندان و شکنجه مؤمن را حراس میدهد، حالانکه مؤمن است از زندان و از شکنجه حراس ندارد. این فکر کافر هاست که خانم زلیخا یک کافر هست. ما چی باشد غیر از زندان و غیر از شکنجه؟ قتل نگفت که قتل یوسف برایش قتل بود. یوسف علیه السلام دید این شیطان زبان هیچی نمیگفت، پرده منم پوشیده بود، پرده او هم پوشیده بود، زبان کشیده و بلا نسبت شلوار کشیده حرف میزنه. حضرت دید که این عزیزی که اینقدر من خدمت کرده، من اگر چیزی نگم او فکر میکند شاید حرف زلیخا راسته. یک کلمه گفت، سبحان الله، چقدر عفت کلام خدا به انبیاء داده است. هی راودتنی عن نفسی، همین خانم زبان دراز این گفت و شنید کرده با من نسبت به نفس من. همین زبان درازه، منش میگم زبان دراز، حضرت کی طور نگفت، همین من گفت با من گفت و شنید کرده نسبت به نفس من. همین
حالا دو مدعی، یکی ادعا میکنه ما جزا من اراد باهلک سوءا الا یسجن، و یکی میگه هی راودتنی عن نفسی. حالا شما خودتان بگی آیا عزیز مصر و همراهش مبهوت نیستن؟ عزیز مصر که دیگه دماغش باخته شده، کاملا مبهوت، کسی را من به عنوان فرزند معرفی کنند، او اراده سو بکنند. هر چقدر بی غیرت هستند کافرها، لیکن یک ذره هم غیرت بشری، حتی همون غیرت دامی هم انسان را اذیت میکنه. نه غیرت دارن بعض دامها خیلی غیرت دارن، تا دیگه دامها را مغلوب نکنند اصلا حاضر نیستن که بگذارن، می جنگند آخر یکی یا دوتا غالب میشن. نه، همیشه در رمه یکی غالب میشه، همه با هم می جنگن یک مرتبه. هر کدام که غلبه ای کرد دیگر اون عنوان رئیس دیگر از راه دوستی موزدی که کاری انجام بده، مستقیم نمیتونه. عزیز مصر به عنوان فرزند تحویل داده و الان به عنوان نعوذ بالله ما جزا من اراد باهلک سوءا. حضرت زلیخا میگه هی راودتنی. خب این فیصله را چطور بکنیم؟ الله تعالی اینجا بر پیغمبر خودش ترحم کرد، پاکی هیچ کسی را بلو نمیده، صداقت و راستی. الله تعالی میگه و شهد شاهد من اهلها، حکم کرد، شهد به معنی حکمه، حکمیت کرد یک حاکمی، اون هم از اهل زلیخا بود. میگم پسر امویش شخص دانشمند و عاقل شاهد داد، شاهدی از اهل زلیخا. بعضی ها میگن که شاهد شاهد من اهلها این بچه ای بود، بعضی میگن چی بود؟ طفلی بود. و بسیار روایات هم میارن، لیکن عقل میگه و اهل تحقیق گفتن که بچه خودش یک معجزه است. چرا قرآن نگفت که شهد صبیون؟ حرف زدن بچه که فقط میگفت یوسف راست میگه بس نبود، معجزه کرامت فوق العادیه. پس این حکمیت عادلانه امکان کمیسه قد من دبر، این حرف عاقلانه برای چی؟ کجا بود اینجا دم در زایمانگاهی و دایشگاهی که بچه اینجا زایده و پرورشه؟ زلیخا که بچه ندارن، امینه عزیزمه، هیچ دارای بچه ای نشده عزیز، این خاطر حوثش خیلی بالاه. کجا آمد بچه ماجرا؟ وسط قلبا کل ماجرا و قضیه دروازه حل کرد. بله میشه یک وزیر دارایی تنها میتونه بیای؟ ها شما بگید یک وزیر دارایی تا دم درش تنها نمیاد، حتما یک گاردی باش همراه، تا دم خانهش رهبری میکنن، باز دم خانهش نگهبانی میدن. نمیدن؟ معمول دنیا همینه. یک وزیر دارایی چطور تنها میخواد راه بره؟ خب همونه که این گوینده شاهد یک مرد حکیمیه، دانشمندیه، ولی هم که در بعض روایات آمده است زیاد دلچسب نیست که سبی باشد. سبی دلیل نمیخواد بده و سبی دلیل میده، سبی دلیل نمیخواد بده. این مرد دانشمندی بود، قضیه را بررسی کرد، گفت پیراهنش نگاه. حتما او وقت دید پیراهن را که از پشت پاره، پیراهن چیه؟ از پشت پاره است. عزیز مصری که مبهوت بود گفت برو نگاه کن پیراهنش. اینجا وقتی که این حرفی زد و اون حرفی زد، لحظه دیگه نمیستادن، او هم رفت یک طرفی این هم رفت یک طرفی. عزیز مصر مبهوت میدن.
عاقل گفت نه بررسی کن. و شهد شاهد من اهلها، این هم از خویشاوندان زلیخا، از اهل زلیخا، از فامیل زلیخا بود. و بعضی میگن این دانشمند که سر عمویش بود. تشریح شهادت ان کان قمیصه قد من قبل، اگر پیراهن یوسف پاره کرده شده از جلوه تو فصدقت، زلیخا راست میگه. چرا؟ اگر کسی که اراده میکند و مهاجم از عقب اراده میکند حمله میکند یا از جلو، تو لحاظا حمله اون مهاجم حمله میکند که بلا نسبت حرکت بده، او دفاع میکند پیراهن از جلو پاره میشه. درسته؟ عقلم همینه میگه. اگر پیراهنش پاره شده از جلو تو فصدقت، او راست میگه زلیخا که اراده به اهل کسوه و هو من الکاذبین. و یوسف که میگه هی راودتنی از نفسی، از دروغگویان هست و دروغ میگه. و اگر پیراهنش پاره کرده شده از پشت تو فکذبت، خانم زلیخا دروغ میگه که ما جزا من اراده به اهل کسوه و هو من الصادقین. و او که میگه هی راودتنی هست. عزیز مصری و حواسی از سر رفته بود، دماغش پاره بود، مبهوته، هر که باشد مبهوت میشه، نه تنها عزیز مصر. و هر کس مبهوت نمیشه که انسان را ببینه، حواس باخته نمیشه. یک مرتبه این حرفهای دانشمند او را به سر جا آورد. فلما را قمیصه، سر پایین آورده، نگاه کرد پیراهن یوسف را که پاره شده از پشت. الان زبان کشید. قال انه من قیدکن، این مکر شما، ما جزا من اراد به اهلک، از مکرهای شما هست. کلمه جمع بکار می‌بره. خب قائل کی بود؟ کی گفت انه من قیدکن؟ بعضی میگه همین حکیم، بعضی میگه نه قائل خود عزیزه. حکیم که حکمیت کرد، پیراهن را بررسی کن عزیز. و عزیز بزرگه، طرف حسابه. ان کیدکن عظیم، مکرهای شما خیلی بزرگه. کلمه جمع به کار میبره. میگه انه من کید کی، ان کید کی عظیمون. کلمه جمع به کار میبره، عظیمه، با خانم حرف میزنه. مکرهای شما خیلی بزرگه. یوسف علیه السلام حاکم شد، زلیخا محکوم شد. غیرت مصری، و بعضی نوشتن که مصر اینقدر کم غیرت، شیر در مصر داخل بود. چوبی بر میداشت این خانم زلیخا بدمعاش را خوب چوبکاری میکرد و یوسف را از این خانه بیرون میکرد، میبرد جای دیگه جای مسکنی، خانه‌ای برای کرایه میکرد. یا کم خانه دارن وزیرا، هر شهر خانه اینها. لیکن کمال بی غیرتی عزیز مصر را نگاه کن. یوسف علیه السلام را تهمت زد، نه زجر تهمت را بهش داد و لحاظا فقط گفت یوسف آردن هادا. و یوسف جان از این ماجرا دیگه صرف نظر بفرما، دیگه بیشتر دنبال نکن. یک کمال بی غیرتی. یوسف را بگه آردن هادا، صرف نظر بفرما، بیشتر حرفی چیزی یه راودت میره تکرار نکنی. یوسف که تکرار نمیکنی، اول دلجویی کرد و حاکم را دلجویی میکنه، محکومه به ایمان. اون فقط میگه واستغفری لذنبی که انکی کنت من الخاطئین. اول کلمه بسیار با احترام بفرمون، من کید کنا ان کید کنا عظیم. الان میگه واستغفری لذنبی که گناههای خود را معذرت خواهی کن از یوسف. استغفار لذنبی که یعنی معذرت خواهی کن از یوسف که تو خاطی سرطفا خطا کاری. یوسف پاکه. این دیگه حکمیت دیگه غیرت هایی هست. این
هیچ کاری نکرد به دستور ثابت حضرت یوسف را در خانه اسکان داد و لحاظا نشسته و گوش می‌کشید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن